یک لحظه دوست دارم به این فکر کنم که شب خوابیدم، صبح از خواب بیدار شدم و 20 سال از سنم کم شده. من آیدین نامدار 40 ساله شدم، یک جوان 20 ساله و تازه در آغاز مسیر هستم. من نمیتونم 20 ساله بشم، ولی شما دوست خوبی که الان 20 سالتون هست میتونید توصیه هایی رو که من 40 ساله تا حدودی نسبت به 40 سالگی دنیا دیده به شما میکنم جدی بگیرید و از زندگیتون لذت بیشتری ببرید. عنوان این ویدیو هست توصیه های من به 20 ساله های امروز. وقت بخیر دوستان جان، همراهان دوست داشتنی، امیدوارم حال همگی خوب باشه. من آیدین نامدار هستم. اینجا یک پله بالاتر هست. من در کانال یک پله بالاتر در حوزه رشد فردی و بهبود سبک زندگی با شما صحبت میکنم. اگر به این موضوعات علاقه‌مند هستید و هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید، الان بهترین فرصت هست دکمه سابسکرایب رو بزنید، کنارش دکمه زنگوله رو در حالت آل قرار بدید تا وقتی من ویدیو جدید منتشر میکنم یوتیوب شما دوست خوبم رو هم باخبر بکنه. چند سالتون هست؟ چقدر تجربه زیستی دارید؟ حالتون با این سن و سالتون خوب هست یا نه؟ و در کامنت ها برام بنویسید که آیا دوست دارید به جوونی هاتون برگردید؟ اگر برگردید چه کاری انجام میدید؟ اول اجازه بدید به شما بگم که چی شد که من تصمیم گرفتم این ویدیو رو منتشر بکنم. خب یک کانالی رو راه اندازی کردیم به اسم آکادمی یک پله بالاتر روی تلگرام، لینکش در دیسکریپشن هست. حتما برید عضو اون کانال بشید. یک دوره جذابی رو هم شروع کردیم به اسم جستجوی حال خوب. در جلسه هفتم اون دوره هستیم. یه دوره رایگان هست، برید همه جلسات رو گوش کنید. در جلسه هفتم اون دوره من شروع کردم به پاسخ دادن به سوالات دوستان. جلسه هفتم و هشتم به جواب سوالات اختصاص داره. یک دوستی هم در یک سوال پرسیده بودن که توصیهاتون به من 20 ساله چیه؟ گفتم بریم برای این یک ویدئوی مفصل روی یوتیوب بذاریم. پس عنوان این ویدیو هست توصیه های من به 20 ساله های امروز. توصیه شماره 1 من این هست دوستان: با پدر و مادراتون در جنگ نباشید. یکی از اتفاقهایی که جوانی و نوجوانی رو به کام همه جوانان و نوجوانان تلخ میکنه جنگ با پدر و مادر هست. البته بگم اوضاع من انقدرها هم در این موضوع وخیم نیست، ولی تا همین اواخر گله‌مندی هایی از پدر و مادرم داشتم. من میدونم که شمایی که الان دارید صدای من رو میشنوید به احتمال زیاد اگر در سن نوجوانی یا جوانی هستید با پدر و مادرتون در جنگ هستید. دوست دارید به اونها اثبات کنید که حق با شماست. دوست دارید به اونها بفهمونید که بلد نیستند. دوست دارید اثبات بکنید که بعضی چیزها رو اونها نمیفهمند و شما بهتر میفهمید. بگم شما درست میگید یا غلط میگید. میخوام به شما بگم این کار بیفایده است. اینکه شما تلاش بکنید اثبات حقانیت بکنید به پدر و مادرتون و اینکه شما با پدر و مادرتون در جنگ باشید بیفایده هست. عمر شما رو تلف میکنه. و الان میدونم خیلیاتون میگید که آخه آقای نامدار تو نمیدونی پدر من فلان، مادر من فلان. نه شما نمیدونید و در 40 سالگی خواهید فهمید که جنگ با پدر و مادر اشتباه بزرگ دوره جوانی شما هست. عبور کنید و بدانید که اونها به اندازه‌ای که بلد هستن دارن زندگی رو اداره میکنن. علم و آگاهی اونها در حوزه تربیت شما همینقدر هست. شما بیشتر میفهمید، بسم الله عبور کنید. توصیه شماره 2: یه دور خودتون بچرخید و ببینید با کیا دوست و رفیق هستید. زمانتون رو با کیا میگذرونید. دوستان جان، آدم‌های دور و بر شما مخصوصاً در این سن و سالی که شما توش هستید بیش از اندازه که شما فکر میکنید روی شما تأثیر دارند. آدم‌های دور و بر شما، دوستان شما بیش از اندازه روی زندگی شما تأثیر میگذارند. با حرف‌هایی که میزنند، شوخی‌هایی که میکنند، تمسخرهایی که میکنند، آدرس‌های غلط یا درستی که به شما میدن، سبک زندگی که دارند، این آدم‌ها روی شما تأثیرگذار هستند.
یه گروهی از آدم‌ها هستن اگر شما تو اون گروه قرار بگیرید شما رو بالا میکشن به سمت ورزش، به سمت محتوای درست، به سمت رشد، به سمت پیگیری هدف‌ها. و متاسفانه گروه خیلی بزرگی الان مساعد این هستن که شما رو پایین بکشن با سیگار، با محتوای غلط، با پورنوگرافی، با یللی تللی چرخیدن تو این کافه و اون کافه. و دوستان جان، زمانی رو که شما امروز از خودتون دارید تلف میکنید در 30 سالگی، 35 سالگی، 40 سالگی حسرتش رو خواهید خورد. شما اگر امروز از زمانتون درست استفاده بکنید، توشه راهتون هست برای ادامه مسیر و دور و بری های شما مهم هستن. بذارید یک سوال بپرسم، فکر کنید. 5 تا از دوستانتون رو به ذهن بیارید. شما قبل از این آدم‌ها چه جوری زندگی می‌کردید؟ چه عادت‌هایی داشتید؟ چه رفتارهایی داشتید؟ چگونه فکر می‌کردید؟ بعد از این آدم‌ها چگونه دارید فکر می‌کنید؟ اگر رشد دادن شما رو، همین الان زنگ بزنید، تشکر کنید، این ویدیو رو هم بهشون بفرستید. اگر باعث تنزل شما شدند، شما انتخاب کردید که با این آدم‌ها ادامه بدید. دیگه ادامه ندید، کار بیخ پیدا می‌کنه. توصیه شماره 3 من، انقدر سرتون تو این گوشی نباشه. شما الان دارید این ویدیو رو از طریق یوتیوب تماشا میکنید، احتمالاً هم روی گوشی هستید. اینکه شما گوشی رو بذارید کنار، من نمیتونم محتوام رو به شما برسونم. هر چند که آگاهی نشر پیدا میکنه، دست به دست میچرخه و به صاحبش میرسه. این رو ما در فرکانس اصلا شکی بهش نداریم. ولی روزی 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت اون تو دنبال چی هستید؟ دوپامین زود بازده، دوپامین کم هزینه، هیجاناتی که تا 3 نصف شب شما رو این اینستاگرام لعنتی نگه داشته. ولی بدونید دارید با عمرتون چی کار میکنید. دوستان جان، الگوریتم ها جوری طراحی شدن که شما رو اونجا نگه دارن. ذهن شما جوری طراحی شده که شما رو یک جا نگه داره و شما گوشی رو بالا پایین بکنید. اما روح شما جوری طراحی شده که شما رو از اینجا به جای بهتری هدایت بکنه. ندای روحتون رو گوش کنید. ندای درونتون رو گوش کنید و اینقدر سرتون تو این گوشی نباشه. اینستاگرام به شما احساس پوچی خواهد، به شما احساس بی مصرف بودن خواهد داد. اینستاگرام شما رو هدایت خواهد کرد به این سمت که هیچی بلد نیستید. شلوارتون رو باید بهتر بپوشید، لباستون رو باید فلان کنید، آرایشتون رو باید فلان بکنید. اینستاگرام شما رو هدایت خواهد کرد به این که ملاک‌ها و معیارهای زیبایی شناختی اون آدم‌ها رو پیدا کنید. دنبال کافه بگردید، دنبال رستوران بگردید، دنبال تخفیف بگردید، ولی زندگی معنای دیگری دارد. توصیه شماره 4 هم این هست: بدانید در آینده مهارت‌های شما پول میسازه، نه مدرک شما. شما امروز ممکنه کنکوری هستید، پشت کنکوری، سالهای اول دانشگاه هستید، وسط دانشگاه هستید، درستون رو ادامه بدید، نوش جان، حتی فوق لیسانس، حتی پی اچ دی. ولی من نوعی و هیچ کسی در این اجتماع شما را صدا نمیکنه بگه مدرک چیه، پس بیا این 100 میلیون تومان، این 1 میلیارد تومان رو بذار جیبت. بلکه شما را صدا میکنه میگه مهارتت چیه، چی بلدی، چه مهارت‌هایی داری. و اگر شما مهارت درست نداشته باشید، هرگز به پول نخواهید رسید. پول رو در مقابل ارزش میدهند. ارزش رو مهارت خلق میکنه. مدرک به اندازه بسیار کمی، اونم در محیط‌های دانشگاهی، تازه به شرطی که شما مهارت تحقیق داشته باشید، مهارت تحصیل داشته باشید، مهارت آموختن داشته باشید، به درد شما میخوره. من در این ویدیو نمیخوام به شما بگم درستون رو نصفه بذارید، نسخه نمیپیچم بگم از دانشگاه انصراف بدید، اصلا. ولی بدانید این زندگی بر پایه مهارت‌های شما شکل خواهد گرفت و بهترین سن و سال برای تنظیم مهارت‌ها الان است. و توصیه شماره 5 که مهمترین توصیه من برای همه دوران شما هست: به آگاهی رو بیارید. به این فکر کنید که کی هستید، چی هستید، چرا آمدید، چرا زنده اید، به کجا قراره برید، هدف از خلق شما چی بوده، چرا الان در این کالبد فیزیکی دارید زندگی میکنید. آگاهی، درون، روح، بازگشت به انرژی منبع، این چیزی است که نجات اول و آخر من و شما هست. هرچه در سن پایین‌تر به آگاهی رو بیارید، همانقدر آینده راحت تری رو تجربه خواهید کرد، همانقدر مسیر سراشیبی رو تجربه خواهید کرد، همانقدر جریان زندگی به سان یک آب روان شما رو برمی‌داره میبره. هر چقدر از آگاهی دور باشید، به همان نسبت دست و پا خواهید زد، به همان نسبت جای غلطی رو خواهید کند و به هیچ چیز نخواهید رسید. ای کاش جستجویی که در درونم امروز روز وجود داره در 15 سالگی، 20 سالگی، 25 سالگی وجود داشت، که اون موقع هم وجود داشته، الان هم در وجود شما هست. ای کاش اون موقع ذهن دنیوی من نمی اومد روی اینها رو بپوشونه. ای کاش اون موقع به ذهنم اجازه نمیدادم که من رو بکشونه ببره
به جاهای دور از آگاهی، دور از روح، دور از عشق، دور از نور، دور از انرژی منبع. و امروز روز اگر در سن پایینی هستید بدانید نجات شما در آگاهی هست، نجات شما در عشق، در نور، در منبع این یونیورس یا کائنات هست. این توصیه رو جدی بگیرید. بیاد یه مروری بکنیم روی این 5 توصیه‌ای که من داشتم خدمت شما. 1. با پدر و مادرتون در جنگ نباشید، اونا دشمن شما نیستن، همینقدر بلدن. آرام باشید، بذارید زندگی جاری باشه. 2. به دور و بریاتون نگاه بکنید، همشون الزاما خوب نیستن، یا بالا میکشن یا پایین میارن. نذارید شما رو دور و بریاتون پایین بیارن. 3. اینقدر سرتون تو گوشی نباشه، هیچی اون تو نیست. اتفاقا در زندگی واقعی میفته. دنبال محتوای خوبم میگردید، کتاب. 4. به مهارت هاتون بپردازید. علم و دانش صرف به هیچ دردی نمیخوره، مدرک اصلا به درد نمیخوره. 5. به آگاهی رو بیارید، به انرژی منبع برگردید. خب دوستان جان، اینجا پایان این ویدیو هست. خیلی خوشحالم که تجربه هام رو با شما در میان گذاشتم. امیدوارم به دردتون بخوره. و اینجا اونجایی است که یوتیوب قرار به شما 2 تا پیشنهاد دیگر رو بده. قبلش حتما برید عضو چنل آکادمی یک پله بالاتر روی تلگرام بشید. اتفاقای فوق العاده ای در راه هست. یک دوره ارزشمندی رو هم به نام آگاهی به اکنون قرار هست اونجا شروع بکنیم. اگر هم سابسکرایب نکردید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، کنارش دکمه زنگوله رو در حالت آل قرار بدید. بابت همین محبتاتون ممنونم. تا درود بعدی در پناه حق، بدرود. خدا نگهدار.